سوال دیگری که آمده است، بابای حاجی قرآن را با زبان تاجیکی ختم کنی جایز است و ثوابش مثل ختم با زبان عربی هست یا نه؟ یعنی امروز این سوال خیلی زیاده و بسیار مردم ما الحمدلله رب العالمین که در تاجیکستان ما قرآن با زبان تاجیکی ترجمه کردن و در دست مردم گویم قرآن های با زبان تاجیکی که البته در این به یگان انا گویم جای مبالغش خدمت گویم رهبر دولت است که این قرآن ها را با زبان های تاجیکی برگردانیدن و در دست مردم تقدیم کردند و امروز اکثر خانواده ها از همین قرآن های تاجیکی برخوردارند و امروز در گویم که همون دکان ها فروش این قرآن های با زبان تاجیکی هم هست. برای همین یعنی ترجمه همون آیت های قرآن با زبان تاجیکی هست. زندیاز البته انسانی که از این هم که خواند، از این هم که مقصد برخوردار شود، البته ثواب دارد، زیرا معنایی را که شما میخوانین وای قرآن است، یعنی وای معنای قرآن است. زندیاز وای هم از ثواب هیچ کمی ندارد. ولی الله مهربان در بسیاری از جاهای قرآن، از اون جمله در سوره یوسف اگر بینیم آیت 2 میگه این انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما قرآن را با زبان عربی نازل کردیم. البته برادران و خواهران عزیز، برای چی با زبان عربی آمد؟ چرا زبانها زیاد بود و زبانهای دیگر نه آمد بلکه با زبان عربی آمد؟ چرا پیغمبر آخر الزمان خلاص از گویم مردم عرب آمد؟ اینها به خودش با جوابهای الهیده دارند، اینها به خودشون با حکمت ها دارند. ولی هر کسی که اگر قرآن با زبان عربی خواند، چه طوری که با همین زبان نازل شده است که در هر یک حرف او پیامبر نازنین 10 ثواب گفته. برای من اینجا دا گپ سری بهتر و بهترین می رود. البته بهترین همین است که ما قرآن با همون طرزی که نازل شده است، یعنی با همون حروف های عربی که آمده است، ما اگر تعلیم گیریم و با همون طرزی که مقصدی در پیش ما قرآن است، با همین طرز اگر ما او را تلاوت کنیم، این نور بالای نور است. البته گویم یک معجزه الهی است. ولی کسی که اگر امکان ندارد دیگر، یعنی دیگر قدرت ندارد، قوت ندارد، یا هرچی حرکت هم که کند دیگر تواناییش بر این نمیرسد، میلش از قرآن تاجیکی هم که خوانین، خدا خواهد ثواب این را بر روح زنده و مردتون اگر ببخشین، البته ثوابش میرسد. ولی کسانی که توانایی دارین، شما از قرآن عربی البته به البته تعلیم بگیرید.